حمله به اسلام و مسلمانان در کشورهای غربی با شیوه‌ها و ابزارهای مختلف موضوع تازه‌ای نیست، اما آنچه تازگی دارد افزایش 42% جرایم ناشی از نفرت علیه اسلام و مسلمانان در انگلیس است. این آمار فقط جرایم ثبت شده در یک سال منتهی به مارس امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال است که نشان می‌دهد به بالاترین میزان در 10 سال اخیر رسیده است. Darren Osborne has just carried out a terrorist attack. 5 سال پیش و پس از اینکه دارن اوزبورن، یک نژاد پرست انگلیسی، به اعتراف خودش به علت خواب ماندن نتوانست طرحش را در زیر گرفتن راهپیمایان روز جهانی قدس در لندن عملی کند، با کامیونت به جمعیت مسلمانانی که در حال خروج از یک مسجد در لندن بودن حمله کرد که به کشته و زخمی شدن 13 مسلمان منجر شد. نشریه گاردین به تازگی نوشت ترزا می، نخست وزیر وقت، پس از این حمله تروریستی وعده داد ریشه اسلام هراسی را در این کشور بخشک کند، اما با گذشت 5 سال دولت انگلیس هنوز حتی اسلام هراسی را در این کشور تعریف نکرده است. اسلام هراسی سالیان ساله که در غرب از جمله در انگلیس ادامه داره. با اینکه شماری از سیاستمداران و اندیشکده‌ها در این باره صحبت کردند، به نظر میرسه مشکل اصلی در فرهنگ حاکم بر این کشور هاست. مثلا فرهنگ حاکم بر رسانه‌ها و سیاستمداران در انگلیس نمیخواد اسلام هراسی غیر قانونی اعلام بشه. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، شماره جرایم ناشی از نفرت علیه اسلام و مسلمانان در انگلیس در یک سال منتهی به مارس امسال با 42% افزایش دست کم به 3500 مورد رسیده است. شورای مسلمانان بریتانیا با هشدار درباره افزایش اسلام هراسی در این کشور، شمار واقعی حمله به مسلمانان و اماکن اسلامی را در انگلیس بسیار بیشتر از گزارش‌های ثبت شده و اخبار اعلام شده می‌داند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.